اگه یه روز جایی شبیه خونتون گیر افتادی و احساس عجیبی از دور و بر داشتی و هر کدوم از ساعتهای خونه زمانهای مختلفی رو نشون میدادن، حواست باشه که جات اونجا امن نیست و به حرفام با دقت گوش کن. 1. هرگز از پنجره ها بیرون رو نگاه نکن و پرده ها رو بکش، وگرنه چیزی که بیرونه راهشو به داخل پیدا میکنه. 2. اگه صدایی در زدن شنیدی، اصلا در خونه رو باز نکن، حتی اگه صدای آشنا پشتش بود. 3. اگه کسی از اتاق دیگه صدات کرد، اونجا نرو و اگه صدا بهت نزدیک شد، قایم شو و تا وقتی صدا قطع نشده بیرون نیا. 4. اگه تلویزیون خود به خود برنامه کودکیت رو پخش کرد، اصلا نگاهش نکن، چون توی خاطرات بچگیت گیر میافتی. پس زود 2 شاخه رو از برق بکش. 5. روی هیچ کدوم از صندلی‌های خونه نشین، چون تو اونا رو نمیبینی و نمیدونی کی اونجا نشسته. 6. وقتی اتاقی شبیه به اتاق خودت پیدا کردی، روی تخت دراز بکش، به صداهای دور و بر توجه نکن. حالا فقط 1 دقیقه فرصت داری بخوابی تا از اونجا خارج شی. ولی اگه صدای باز شدن در اتاق رو شنیدی، احتمالاً دیگه خیلی دیر شده. موفق باشی.